21 آبان ماه مصادف است با زادروز فرزندم سید رضا میرجلالی. بران شدم که قطعه سازی به یادگار به عنوان هدیه برایشون بزنم. البته تمام بچهای دیگه هم، بچهای مالیش فرق نمیکنه، آرزوی موفقیت برای همه دارم، به خصوص برای فرزندم که راه هنر رو انتخاب کرده. امیدوارم که بیزینس و ارتباطات این کارم در کارش بگنجونه، اشتباهات منو نکنه و بتونه هم با مردم در ارتباط بیشتری باشه و هم برای خودش در آینده بتونه شرایط بهتری داشته باشه. قروی زیاده گویی نمی کنم و قطع سازی برای ایشون میزنم به عنوان هدیه.